بسم الله الرحمن الرحیم. امروز مدار رو به معرفی میگیریم. بهترین مدار است از هر نگاه. خب حالا قطعاتش معرفی مونیم دونه بدونه. بعد انشالله اگر کدام مشکلات در بخش به وجود بیایه یا کسی در این مورد کدام مشکل داشته باشه انشالله در خدمت هستیم. همراه شما همکاری مونیم تا بتونین این مدار رو بسازین و قابلیت شناسایی قطعاتش رو داشته باشیم. از قسمت از طرف چپ شروع مونیم. از خازنی که درسته و از قسمت چپ از اینجا که مقاومت استفاده شده 560 اوم است و اینجا 4 تا جای معلوم میشه که اینجا مثبت و منفی باتری استفاده میشه. 12 ولت 2 امپیر و همچنین اینجا و اینجا مخصوص لوپ است که لین های لوپ اینجا وصل میشه. بعد لوپش هم توی یک ویدیو راهنمایی منم انشالله. اینجا یک ترانزیستور IRF 740 استفاده میشه. اینجا یک خازن 100 نانوفاراد استفاده میشه. اینجا همچنین یک خازن الکترولیت 10 میکروفاراد 16 ولت. اینجا یک دیود 3.3 ولت، یک مقاومت 680 اوم، یک مقاومت 1 کیلو، یک مقاومت 100 اوم، یک مقاومت 150 اوم، یک ترانزیستور BC 327، یک مقاومت 330 اوم، یک خازن 100 نانوفاراد، یک ولوم پتانسیومتر 100 کیلو، یک مقاومت 1 کیلو، یک IC 555، یک مقاومت 1.2 کیلو، یک خازن MKT یا سرامیکی 1 نانوفاراد، یک خازن 220 نانوفاراد، 2 تا مقاومت 33 کیلو اوم، یک خازن 1 نانوفاراد، همچنان اینجا 1 نانوفاراد، اینجا 1 نانوفاراد، اینجا 2 تا 47 کیلو اوم مقاومت، اینجا یک IC 4011، اینجا یک رگولاتور 7805، اینجا یک خازن الکترولیت 22 میکروفاراد 16 ولت، اینجا یک مقاومت 1 مگا اوم، اینجا یک مقاومت 330 اوم، اینجا یک IC GL 081، اینجا یک خازن 10 میکروفاراد 10 پیکوفاراد، اینجا یک خازن 100 نانوفاراد، اینجا یک خازن 3.3 نانوفاراد، اینجا یک مقاومت 36 کیلو اوم، اینجا 2 تا خازن الکترولیت 1000 میکروفاراد 16 ولت، 2 تا جا اینجا معلوم میشه، یک جا اینجا مربوط علوم هاست، اینجا همچنان یک مقاومت 10 کیلو اوم، اینجا یک IC 741، اینجا یک مگا اوم مقاومت، اینجا 220 اوم، اینجا 220 نانوفاراد، اینجا 100 نانوفاراد و همچنان اینجا یک 100 کیلو اوم، اینجا یک ترانزیستور BF 245، اینجا یک مقاومت 10 کیلو اوم، اینجا یک خازن الکترولیت 100 میکروفاراد 25 ولت، اینجا یک مقاومت 180 اوم، اینجا یک مقاومت 10 کیلو اوم، اینجا 3 تا لین پتانسیومتر یا علوم وصل میشن، اینجا یک خازن 100 نانوفاراد، اینجا یک IC 555، اینجا 220 نانوفاراد، اینجا 2 تا لین برای سپیکر، یک خازن 2.4 کیلو، یک
ترانزیستور BG140 یک مقاومت 1 کیلو، یک ترانزیستور C945 یک ولومی 220 کیلو، یک مقاومت 5.6 کیلو، یک رگولاتور 7805، دو تا خازن الکترولیت 10 میکروفاراد 25 ولت، 4 تا دیود، دو تا خازن 22 میکروفاراد 16 ولت، یک آیسی 550 بند، یک خازن 10 میکروفاراد، دو تا مقاومت، یک 16 کیلو و دیگریش هم 3.3 کیلو، یک خازن 100 میکروفاراد 100 نانوفاراد. خب برای علاقمندایی که خارجن اونا به صورت انگلیسی درخواست داده بودن که انگلیسی هم توجه داشته باشین و حالا به صورت انگلیسی از طرف چپ مفعلا now we details all of these parts in English language. If you have problem and ask me in WhatsApp number, I details for all of this device and circuit. We make this device now. Inshallah we will test the end of this video. Now we details all these parts, and here we use one resistors, the number 5060 ohm, and here this parts 12 volt voltage. This circuit positive and negative, and here is 4 coil, and here is transistor MOSFET IRA 740 number, and here is capacitor MKT 100 nanofarad, and here is 2N3.3V diode you can use, and here is capacitor electrolyte 10 microfarad 16 volt, and here is 180 ohm resistors, and here is 1 kilo, and here is 100 ohm, and here is 150 ohm. Here is transistor BC 327. Here is 330 ohm. Here is 100 nanofarad, and here is volume, potentiometer volume, 100 kilo ohm, and here is 1 kilo. Here is IC 5055 number. Here is 220 nanofarad. There is 1.2, and here is 1.2 kilo ohm. Here is 1 nanofarad. Here is 33 kilo ohm, 1 nanofarad MKT, and IC number 4011. Here is electrolyte capacitor 22 microfarad, and here is 1 mega ohm resistor. Here is ICTL 081. Here is 10 picofarad, and here is 100 nanofarad, 3.3 nanofarad. Here is 330 ohm. Here is 1 regulator, 7, 8.
number. Here is 100 nanofarad, and here is 1 nanofarad, 1 nanofarad, 47 kilo ohm, 47 kilo ohm, 100 kilo ohm, BF 245, 10 kilo, BD 140, 140 kilo, 229 farad MKT 1 mega ohm, 220 ohm. Number of IC is here. This IC 741. Here is 10 kilo ohm. P1, P2, P3 is 4 volume. 2 capacitor 100 microfarad 16 volt. 1 capacitor 22 microfarad 16 volt. Here is 1 volume. Potentiometer 220 kilo ohm. Here is 1 resistor 5.6 kilo ohm. Here is regulator 7805. Here is C 945. Here is 1 kilo. Here is for speaker 1 2. Here is cups resistors 2.4. Yes. Here is 1 IC 5055 number. Here is 3 dots in here for volume we can use. This number resistors is 118 ohm. Yes. And here is 100 nanofarad, 100 nanofarad 2. Here is 18 kilo ohm. Here is 3.3 kilo ohm. Here is number of IC 5055. 10 nanofarad MKT2 electrode capacitor 22 microfarad 16 volt. For duty you can use positive and negative, positive and negative. All this portion here number 1N 4004. Here is 2 capacitor 2 100 microfarad 40 25 volts. If you have problem, I tell for all of my people and help to make this circuit, and I put in description or in send in WhatsApp number. If you have problem, come to in WhatsApp number. I help with all of my friends in WhatsApp number. Have a nice day. Goodbye. خب امروز بخیر معرفی از لوب زیرا که چطور یک سیمپیشن لوب برای مدار درست کنیم. ما ولوم هایی که اینجا و همچنان اینجا و 3 تا جایی که اینجا معلوم باشه اینا رو مورد بررسی قرار بدیم که چطوری ولوم ها رو وصل کنیم. اول میم یک لوب درست کنیم. شما میتونید به اینجا یک لوپ به قطر 30 سانتی متر درست کنین. حالا ما فرض کنید درستیم به قطر 30 سانتی متر درست کردیم، یعنی قطر از اینا باید 30 سانتی متر باشد.
قطرش باید چند سانتی متر باشد؟ باید اینجا مشخص شده که 30 سانتی متر باشه. خب حالا تعداد دوری که اینجا پیچیده میشه 25 دور باید باشد. حالا فرض کنید ما اینجا به قطری قسمت اول سیم اینجا وصل میشه. خب بعد ما 25 دور اینجا فرض کنیم پیچیدیم. بیست و پنج دور تکمیل شد. حالا میاریم یک سری سیم رو اینجا وصل مونیم. تعداد دور اینا 25 دور شد. خب بر قطر 30 سانتی متر تعداد دور 25 دور. بعد نمبری که اینجا استفاده میشه کدام سیم است؟ یعنی 0.5 نمبری نمبر سیم است. حالا میم کولوم ها رو اینجا مورد بررسی قرار میدیم. خب به خاطر ما این کار منم که بی امکانات رو نداریم که حالا کولوم ها اینجا دو تا کولوم رو ما حالا اینجا نیاز داریم. شما فرض کنید این یک کولوم است و این علوم دیگری و این هم پایه های علوم. این علوم میشه باید باشد 10 کیلو و همچنان این علوم باید باشد 2.2 کیلو باید باشد. حالا میایم لاین های اینا رو با هم وصل کنیم. یعنی این لاین باید اینجا وصل باشد. این لاین رو میاریم اینجا وصل کنیم. بعد این لاین دوتا رو با هم یک جا اینجا وصل کنیم و اینجا با علوم 10 کیلو وصل کنیم. یک لاینی که اینجا باقی مانده را میاریم اینجا وصل کنیم. بعد میم اینجا یک تا علوم دیگر نیاز داریم. حالا یک کلوم دیگر اینجا نیاز داریم. این پایه هایشون این ولوم باید 10 کیلو باشد و یک لاین اینجا میاریم وصل کنیم. یک لاین دیگری از اینا را باید بیاریم اینجا وصل کنیم و همچنان لاین دیگری بیاریم اینجا وصل. این ولوم 10 کیلو است. با این ولوم میتونین شما صدای مدار رو کم کنین یا زیاد کنین. این هم طریقه سیمپیچ مدار و همچنان وصل کردن ولوم ها با این مدار. اگر کدام
مشکلی داشتین یا سوال داشتین توی کامنت بنویسین. من انشالله مشکلات رو بررسی نموده و انشالله مشکلات رو پیدا نموده و حل. حالا شما فرض کنین که یک لوپ اگر به قطر مثلا 50 سانت شما نیاز داشته باشین، باید چگونه شما درست کنین؟ یعنی اینجا با چند قسمت اینا را اولا تقسیم کنین. خب ما الان اینجا یک بریش بزنین، فکر کنین که اینا از چوب ساخته شدن. اینجا چند بریش میزنیم. یعنی قطر سیمپیچ همچنان قطر از این نقطه الی نقطه، یعنی 50 سانتی متر. با تعداد دوری که اینجا پیچیده میشه یعنی 18 دوره. بعد نمبر سیم خب نمبر سیم یعنی 0.5 میتونیم استفاده کنیم به تعداد 18 دور. نمبر سیم همچنان 0.5 باید باشد. قطر لوپ باید 50 سانتی متر باشد. حالا این قسمت که تکمیل شد، شما فرض کنین از کجا شروع کنیم؟ حالا سیم رو ما گرفتیم، میپیچیم، میارین از اینجا، بعد از اینجا میبرین پشت سر، میارین از اینجا، بعد اینجا، از اینجا میبرین پشت سر، بعد از اینجا میارین پشت سر، میبرین از این شکافتایی که اینجا صورت گرفته، بعد اینجا میبرین از اینجا پشت سر، بعد میارین از اینجا، بعد میارین پشت سر، بعد میارین از اینجا، بعد میبرین پشت سر، بعد میارین از اینجا. البته یک اشتباهی اینجا صورت گرفته، باید تقسیمات دقیق باشد. خب اینجا چند بار که تکمیل شد شما پیچیدین. حالا مثلا 18 بار ما این رو اینجا به صورت هموار پیچیدیم. بسیار به صورت دقیق اینا رو انجام بدین. حالا ما فرض کنیم اینجا پیچیدیم، حالا تکمیل شد. قسمت آخر رو میارین اینجا، به اینجا شماره گذاری مونیم، شماره 1، شماره 2. اینجا مشخص شد که یک لوپ بسیار
به صورت ساده و ابتدایی درست نمودیم. حالا شما میتونین روی کدام چیزهای دیگر که جور شده و آماده باشد همچنان میتونین استفاده کنید. مثلا شما یک چیز دارین که روی زی آسان پیچیده میشه، میتونین به این شکل استفاده کنید. انشاءالله از این بعد هر چیزی که باشد اینجا ما توضیح میدیم که شما چطوری میتونین مدارها رو بسازین و فعال کنید.